10 فوتبالیست خوشگل و خوشتیپ سال 2024. شماره 10 پابلو گاوی، عشق پیکه و زنش که معرف حضور همتون هست و نیازی به حرف اضافی نیست. شماره 9 میسون ماونت. شماره 8 لئو مسی. به نظرتون مسی واقعا تو این لیست جا داشت؟ شماره 7 داروین نونیز. شماره 6 جک گریلیش. شماره 5 اولیویه ژیرو. شماره 4 خامس رودریگز. خداییش این بچه پاک و تمیزیه، منم قبولش دارم. به نظرم در حقش نامردی هم شده، انصافا جا داشت رتبهش بالاترم باشه. شماره 3 کریستیانو رونالدو، یعنی اگه رونالدو سومه پس کی اوله؟ شماره 2 جود بیلینگام. آخه بیلینگام دهن سرویس ها، یعنی بیلینگام از خامس و رونالدو جذابتره. و در نهایت شماره 1 که من اصلا قبولش ندارم، نیمار جونیور.